زمانه قدم برمی‌داریم. بعضی‌ها گفتن با شیاطین نفس در نرسیم، خطرناک است. ولی ما نمی‌توانستیم از سرنوشت خودمان دور بشویم. این پیمانکاران دزد و فریبکار و ریاکارند که اتفاقا باید بترسیم. ما چرا باید بترسیم؟ ما مردمی هستیم طلبکار. یک بعلی گفتیم به آقایون بعد از 35 سال حالا میخوایم ببینیم چه کردن اینها، جز آدم کشی، جز دزدی، جز فریبکاری، جز ریاکاری. بغض کسی. من خواهش میکنم که هیئت رئیسه محترم لطف بکنن از آقای رئیس و هیئت رئیسه محترم میخوام وقت کافی به من بدم. من از این فرصت استفاده میکنم، این تقاضا رو میکنم. بیام برنامه‌های نفت رو بگم، برای تحقق اقتصاد مقاومتی با هم صحبت کنیم، درباره تولید و فروش نفت صحبت کنیم، در مورد تحریم ها صحبت کنیم، درباره اینکه چطور میدان های مشترکمون رو توسعه بدیم که اینطور نباشه که دیگران نفت و گاز ما رو ببرن ما بشینیم نگاه کنیم. شما الان ببینید ما در سال 90 و 91 صادر کننده نفت بودیم، مدیریت جناب آقای زنگنه ما رو وارد کننده نفت کرده. این گریه داره. اگر بنزین آقای زنگنه در یک جلسه عمومی که صوت و فیلمش هست در اونجا ابراز میکنن که بنده رفته بودم بعد از اینکه در مورد صنعت نفت صحبتایی رو میکنن که اونا هیچ کدومش درست نیست، بنده پیگیری کردم. بعد میگن نکته مهم اینه که بنده چند روز پیش آقای روحانی گفتن من خیلی متاثر شدم، ایشان گفتن یکی از وزران قبلی آمدن پیش من گفتن من رفتم امارات خواهش کردم یک مقدار پول گرفتم آوردم ایران. آقای روحانی گفتن ایشان وقتی رفتن من نشستم گریه کردم چرا کار کشور باید برسد اینجا از یک شیخ اماراتی خواهش کند 4 قران پول به ما بدهد برای امور جاری کشور. این عزت ما نیست. بعدم شروع میکنن از دیپلماسی آقای روحانی سخن گفتن. واقعا آقای روحانی در هیئت دولت گریه کرده، ایشون گفتن من به اظهاراتی که گزارش کمیسیون خونده کفایت میکنم. آقای زنگنه در جلسه کمیسیون گفتن آقا وزیر که نرفته پول قرض کنه، وزیر رفته پول خودمون رو گرفته اومده. من گفتم آقای زنگنه اگر وزیری رفته پول خودمون رو گرفته که گریه نداره، برای چی آقای روحانی تو جلسه هیئت دولت گریه کرده؟ اگر رفته پول خودمون رو گرفته که باید بهش گفت دست درد نکنه، وزیر با غیرت، وزیر با عزت، رفتی پول خودمون. پیش من جناب آقای مهندس زنگنه بفرمایید. منم نگفتم پول قرضی بوده، پول خودمون رو رفتن گرفتن. اما این که آدم بره برای گرفتن پول خودش خواهش بکنه این عزته. پول خودمون رو بریم خواهش کنیم که بهمون بدن، پول خودمون که مال خودمونه. این که عزتی نیست که پول خودمون بریم خواهش کنیم بگیریم بیاریم در داخل کشور. میفرمایید سیاه‌نمایی کردید شما. من سیاه‌نمایی وقتیه که بنده یک چیزی رو که سفیده بگم سیاهه، اگر یک چیزی رو که واقعیتی هست بحثی نیست. ایشان میفرمایند شما چرا واقعیت رو اگرم بود بیان کردی؟ خب من اگر گفتم که نگفته بودم پخش بشه. حالا تو 4 تا سایت نوشتن 100,000 نفر فهمیدن، شما آوردین اینجا 40 میلیون نفر فهمیدن. یعنی شما من چیزی حد اکثر 100,000 نفر فهمیدن، 40 میلیون 50 میلیون نفر فهمیدن، این اشکالی نداره به نظر شما؟